اگه الان این سوال رو ببینی شاید اولین چیزی که به ذهنت برسه این باشه که از کجا باید شروع کنم؟ وقتی عددهای مثبت و منفی وارد محاسبه میشن، مخصوصا وقتی عددها بزرگترن، خیلی راحت میشه علامتها رو اشتباه کرد. ولی قرار نیست برای حل این سوالها کلی قانون رو حفظ کنیم. قرار قدم به قدم یاد بگیریم چطور عددها رو باز کنیم و محاسبه رو به قسمت‌های ساده‌تر تبدیل کنیم. بعد می‌بینیم چطور حتی سوال‌های بزرگتر، عبارت‌های چند جمله‌ای، مسئله‌های واقعی و ماشین‌های عددی هم با همین ایده قابل حل میشن. پس از ساده ترین حالت شروع کنیم. اول از همه یه روش خیلی مهم رو یاد بگیریم. 34 منهای 27. به جای اینکه مستقیم بریم سراغ محاسبه، عددها رو از هم باز میکنیم. یعنی یه جدول رسم میکنیم. یه جدول، چون عددمون دو رقمیه، یه جدول یکان دهگان رسم میکنیم و بعد عددهامون رو داخلش مینویسیم. عدد اولمون که 34، اینجا میشه 3، اینجا میشه 4 و عدد دوممون که منفی 27، منفی 27 پشت هر دو تا عدد یه منفی میذاریم. یعنی اینجا پشت 2 یه منفی میذاریم که میشه منفی 2، اونجا هم پشت 7 یه منفی میذاریم میشه منفی 7. حالا میایم عددهامون رو گسترده نویسی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میایم 34مون رو همینجوری که اینجا داریم 3 تا دهگان دیگه، 3 تا دهگان یعنی 3 تا دهی، 3 تا 10 تایی که میشه 30. خب این رو می نویسیم 30 به علاوه 4 تا یکی هم داره، به این میگن گسترده نویسی. عدد دوممون هم که منفی 27 است، منفی 2 تا دهگان داره، یعنی منفی 2 تا دهی که میشه منفی 20. بعد اینجا به علاوه میشه. خب این خط رو، این خط ستون رو خب شما همیشه در نظر بگیرید که این یه به علاوه است و دیگه کاری به بقیه چیزا نداشته باشید. خب این یه به علاوه می نویسیم به جای این خط. خب منفی 7 رو هم می نویسیم، اینم میگیم منفی 7. خب الان حسابش میکنیم ببینیم چقدر میشه. 30 با منفی 20 چند تاش میمونه؟ 10 میمونه، مثبت 10 البته، به علاوه منفی 7 و 4 باقی موندهمون چقدر میشه اگه از هم کمشن؟ با روش مهره ها میتونید حساب کنید، با روش دماسنج، با روش محور، یا اصلا ذهنی حساب کنید. این منفی 3 میمونه. خب و جواب نهاییمون مثبت 10 به علاوه منفی 3 میشه که جواب نهاییمون میشه 7. به همین سادگی. الان مثالای زیادی با هم دیگه حل میکنیم که قشنگ دستتون بیاد. مثال منفی 81 به علاوه منفی 57. خب برای حل این سوال اینجا چون هر دو عددمون منفی هستش انتظار داریم جوابمون هم منفی باشه. خب وقتی دو تا عددمون منفیه جوابمون هم حتما باید منفی باشه چون اینجا با هم دیگه جمع شدن. خب میدونیم که جوابمون باید منفی باشه. اینجا حساب میکنیم. خب میریم رو جدول، منفی 81 رو وارد میکنیم. خب منفی 8 تا دهگان و اینجا یه دونه یکی داره که منفی هم پشتش میمونه چون هر دو عدد منفیه، پس منفی میذاریم پشت هر دوتاشون. اینجا هم منفی 5، این هم میشه منفی 7 چون عددمون منفی 57. خب حسابش میکنیم. این میشه منفی 8 تا دهگان یعنی منفی 8 تا 10 تایی. خب میشه منفی 80 به علاوه اینم منفی 1 یکانه. خب منفی 1 خودش میمونه. عدد دوممون هم میشه منفی 5 تا دهگانمون منفی 5. خب میشه منفی 5 تا 10 تایی که میشه منفی 50 به علاوه
منفی 7 تا یکی هم داریم. خب میشه اینجا منفی 7. خب اگه با هم دیگه جمعشون کنیم و حسابشون کنیم، خب این منفی 8 تا منفی 50 با هم دیگه جمع میشن. اینجا یه علامت جمع داریم، تو سوال قبل یادم رفت بهتون بگم. با هم دیگه جمع میشن. منفی 8 تا منفی 50 میشه منفی 130 به علاوه اینجا هم منفی 1 به علاوه منفی 7 رو داریم که با هر روش خودتون دوست داشتین حساب کنید، یا ذهنی یا هر جوری بود. خب این هم میشه منفی 8. جواب نهاییمون میشه منفی 130 به علاوه منفی 8 که میشه منفی 138. به همین سادگی. مثال منفی 42 به علاوه 51. اینجا علامت ها مخالفن. 42 تا منفی داریم در برابر 51 تا مثبت. پس از نظر اندازه 51 بزرگتره. یعنی چی؟ یعنی زوردارتره. و هر کدوم از عددها که زوردارتر بودن جواب رو هم مطیع خودشون میکنن. یعنی جواب رو هم اگه مثبت باشه جواب رو هم مثبت میکنن، اگه منفی باشه عدد زوردارترمون جوابمون منفی میشه. حالا بدون حل تونستیم علامت جواب رو پیش بینی کنیم. این دقیقاً همون مهارتیه که چند دقیقه دیگه جدی‌تر باهاش کار میکنیم و قبل از این که حتی یک کلمه بنویسید میتونید تشخیص بدید که جواب نهایی عددی مثبت یا عددی منفی. بریم سراغ حل این سوال. اینجا ما منفی 42 تا منفی داریم، میشه منفی 4 تا دهگان و 2 تا یکان و 51 تا عدد مثبت داریم که 51 رو خودش می نویسیم. ببینید فکر کنید این جدول دقیقاً همین عددها رو از وسط نصف کنید، یه نصفشو این طرف بنویسید یه نصفشو اون طرف، یعنی یه نصفشو اینجا می نویسیم یه نصفشو اون طرف. کلا روی اعداد فکر کنید این یه جدوله، یه نصفش این طرفه یه نصفش این طرفه. فقط حواستون باشه این منفی رو یادتون نره. الان ما منفی 4 تا دهگان داریم، یعنی منفی 4 ضرب در 10 که میشه منفی 40 به علاوه چند تا یکان داریم 2 تا که میشه منفی 2. 51 مونم 5 تا دهگان داریم، عدد دهگانمون 5 که میشه 5 تا دهی که میشه 50 به علاوه یه دونه یکان که میشه 1. خب این با هم دیگه جمع میشن، جواب نهاییمون میشه این منفی 40 این مثبت 50 است، از هم دیگه کم میشن که میشه 10 مثبت 10 به علاوه اینم منفی 2 هستش که میشه منفی 2 مثبت 1 میشه منفی 1. جواب نهاییمون میشه 9. مثال منفی 17 منهای 24. تفریق رو هم میتونیم به جمع تبدیل کنیم، یعنی میتونیم بنویسیم منفی 17 به علاوه منهای 24. این دو عبارت دقیقاً با هم دیگه برابرن. خب الان بریم حلش کنیم. اینجا ما منفی 17 داریم، یعنی توی جدول اعداد این میشه منفی 1 این میشه منفی 7 و اینجا منفی 24 داریم، این میشه منفی 2 این هم میشه منفی 4. خب حلش کنیم. اینجا می نویسیم که منفی 1 ضرب در 10 چون دهگانه میشه منفی 1 ضرب در 10 که میشه منفی 10 به علاوه منفی 7 تا یکی. خب اینجا هم منفی 2 ضرب در 10 میشه چون دهگانه میشه منفی 20 به علاوه منفی 4 تا یکی. خب با هم دیگه جمعشون میکنیم، منفی 10 و منفی 20 میشه منفی 30 به علاوه منفی 4 و منفی 7 میشه منفی 11 که در نتیجه منفی 30 به علاوه منفی 11 میشه منفی 41. با همون روشی هم که بهتون گفتم اینجا چون هر دو تا عددمون منفیه، خب جوابمون حتما باید منفی باشه چون ما اینجا دو تا عدد منفی داریم.
این رو تو ذهنتون داشته باشید. اگه جواب رو مثبت به دست آوردین بدونید یه جا رو اشتباه رفتین، یه علامت رو اشتباه گذاشتین. مثال 27 منهای 39. خب اینجا میایم تفریق رو تبدیل به جمع میکنیم، یعنی می نویسیم 27 به علاوه منفی 39. این دوتا عبارت دقیقاً با هم دیگه برابرن. خب حالا 27 رو میاریم رو جدول. خب اینجوری میشه که 2 تا دهگان داره و 7 تا یکان، و منفی 39 رو هم دوباره میاریم روی جدول که منفی 3 تا دهگان داره و منفی 9 تا یکان. دوباره تجزیهش میکنیم. خب 2 تا دهگان یعنی 20 به علاوه 7 تا یکان هم که میشه 7. خب منفی 3 تا دهگان یعنی منفی 30 به علاوه منفی 9 تا یکان هم که میشه منفی 9. حالا میایم این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم. 20 منهای 30 که میشه منفی 10 به علاوه مثبت 7 منهای 9 هم که میشه منفی 2. اگه این دوتا با هم دیگه جمع بشن جواب نهاییمون میشه منفی 12. تا اینجا یه روش دقیق برای محاسبه رو یاد گرفتیم. ولی حالا یه سوال مهم. آیا واقعا همیشه لازمه از همون اول شروع کنیم به محاسبه؟ یا میتونیم قبل از حل بفهمیم جواب باید چه علامتی داشته باشه؟ اینجا دقیقاً میرسیم به یکی از مهارت‌های مهم محاسبه ذهنی. فعلا دست به محاسبه نزن. فقط به اندازه عددها نگاه کن. ما 80 واحد منفی داریم و 130 واحد مثبت. کدوم یکی بیشتره؟ کدوم یکی بزرگتره؟ کدوم یکی زوردارتره؟ خب معلومه 130 از 80 زوردارتره. حالا علامت اونی که زوردارتره، علامت اونی که بیشتره چیه؟ توی این سوال علامتمون مثبته. اونی که زوردارتره علامتش مثبته. بهتون گفتم اونی که زوردارتره میاد جوابمون رو مطیع خودش قرار میده. یعنی چی؟ یعنی اگه زوردارمون اونی که قویه مثبت باشه جوابمون حتما مثبته، اگه منفی باشه جوابمون حتما منفیه. اینجا چون عدد زوردارترمون علامتش مثبته پس جوابمون حتما علامتش مثبته. حالا ما بدون اینکه سوال رو حل کنیم میدونیم که جواب باید مثبت باشه. اگه بخوایم دقیق هم حلش کنیم اینجا منفی 80 به علاوه 130 رو داریم که میشه مثبت 50. اگه دوست داشتین با ماشین حساب کنید یا خودتون بشینید این رو حساب کنید. خب حالا فقط علامت رو بگو، مثبت یا منفی؟ منفی 250 به علاوه 170. 3 ثانیه وقت داری. خب 250 از 170 بزرگتره و علامتش هم منفیه، پس جوابمون حتما منفیه. منفی 45 به علاوه 90. 3 2 1. جواب مثبته. چرا؟ چون عدد 90 از 45 بزرگتره و علامتش هم مثبت. منفی 120 به علاوه 120. اینجا چی؟ 3 2 1. ولی باید بدونیم اینجا یه نکته خیلی ریز و خیلی مهم وجود داره. اینجا دو عدد دقیقاً همدیگر رو خنثی میکنن، پس جواب صفره. پس وقتی دو عدد علامت مخالف دارن ما میایم فقط به اندازه ها نگاه میکنیم. عدد بزرگتر علامت جوابمون رو تعیین میکنه، مثبت یا منفی بودن. ولی اگه هر دو تا عددمون با همدیگه برابر بودن و علامت همونم مخالف همدیگه بودن باید بدونید که جوابتون صفر. توی این مرحله یه ابزار خیلی مهم و خیلی خوب رو برای کنترل جواب با همدیگه یاد گرفتیم و شما قبل از اینکه سوال رو حل کنید میدونید که جوابتون باید مثبت باشه یا منفی یا اینکه جوابتون صفر میشه. اینجا نمیخوایم جواب دقیق رو پیدا کنیم، میخوایم یه جواب تقریبی داشته باشیم و این علامت تقریبه، یعنی این جواب تقریباً چی به دست میاد.
برای اینکه این کار رو انجام بدیم میایم عدد رو به نزدیکترین صدگان تقریب میزنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما اینجا یه عدد منفی 137 داریم. خب میدونیم که منفی 137 بین دو تا عدد قرار داره. بین چه عددهایی؟ بین عدد منفی 100 و منفی 200 قرار داره. خب میایم میگیم منفی 137 به منفی 100 نزدیکه یا به منفی 200. خب معلومه منفی 137 به منفی 100 نزدیکه. پس میایم مینویسیم منفی 137 تقریبا میشه منفی 100. خب و حالا اینجا مثبت 271 رو داریم. خب 271 بین مثبت 300 و مثبت 200 قرار داره. خب مثبت 271 به مثبت 200 نزدیکتره یا به مثبت 300؟ خب معلومه اگه اینجا 29 تا بهش اضافه کنیم به مثبت 300 میرسیم، ولی اگه بخوایم به مثبت 200 برسیم باید 71 تا ازش کم کنیم. خب یعنی به مثبت 300 نزدیکتره، یعنی مثبت 271 تقریبا میشه مثبت 300. حالا که مقدار تقریبی عددها رو به دست آوردیم میایم سوال رو بازنویسی میکنیم و دوباره این رو مینویسیم، این سوال رو، ولی تقریب هاش رو مینویسیم. به جای منفی 137 مینویسیم منفی 100 و به جای مثبت 271 مینویسیم مثبت 300 و حالا جواب رو به دست میاریم. این جواب میشه چی؟ میشه مثبت 300 منهای 100 میشه مثبت 200. این جواب تقریبی این مسئله هستش. یعنی تقریبا اگه بخوایم حسابش کنیم یه مثبت 200 به دست میاد. یعنی انتظار داریم جواب دقیق هم اطراف 200 باشه، حالا یا بیشتر یا کمتر. حالا بیایم جواب دقیق رو حساب کنیم. میشه 134. پس این رو یادت باشه تخمین ما 200 بود ولی جواب دقیق 134 شد. و این رو یادت باشه عدد تقریبی که به دست میاری با عدد دقیق یکی نیست. منفی 243 به اضافه 118. اگه بیایم به نزدیکترین عددها اینا رو تقریب کنیم، منفی 243 بین منفی 300 و منفی 200 قرار داره. به کدومشون نزدیکتره؟ به منفی 200. پس می نویسیم منفی 200 و عدد 118 بین 200 و 100 قرار داره. به کدومشون نزدیکتره؟ به 100. پس می نویسیم 100 و جواب نهاییمون میشه منفی 100. این جواب تقریبیه، یادت باشه. 356 منهای 189. یادت باشه اول ما میایم تفریق رو تبدیل به جمع میکنیم، یعنی می نویسیم 356 به علاوه منفی 189. حالا تقریب میزنیم. خب 356 بین 300 و 400 قرار داره. به کدومشون نزدیکتره؟ 356. ببینید 50 رو یه مرز در نظر بگیرید. اگه بیشتر از 50 بود، عددمون از 50 بیشتر بود، مثلا 51 52 الی آخر، به عدد بعدش نزدیکتر، یعنی به مثبت 400 اینجا نزدیکتر. ولی اگه از 50 کمتر بود به 300 نزدیکتره. اگه خود 50 هم بود، مثلا 350 بود، دوباره به 300 نزدیکتره. این رو یادتون باشه. یه قانون این نیست که بگید چطوری 350 به 300 نزدیکتره ولی به 400 نزدیک نیست. خب اینجا منفی 189 بین منفی 100 و منفی 200 قرار داره. خب منفی 189 89 از 50 بیشتره، پس یعنی به عدد منفی 200 نزدیکتره. خب جوابای تقریبمون رو بنویسیم. این میشه 400 به علاوه
منفی 200. جواب نهایی میشه 200. پس جواب تقریبیمون برای این سوال میشه 200. منفی 421 به علاوه منفی 178. تقریب میزنیم. منفی 421 بین منفی 400 و منفی 500 قرار داره. به کدومشون نزدیکتره؟ این عدد از 50 کمتره، پس به منفی 400 نزدیکتره. پس این میشه منفی 400. به علاوه منفی 178 بین منفی 100 و منفی 200 قرار داره. به کدومشون نزدیکتره؟ این از 50 بیشتره، پس به منفی 200 نزدیکتره. پس این هم میشه منفی 200. جواب نهاییمون میشه منفی 600. پس جواب تقریبی این مسئله میشه منفی 600. حالا یه سوال. این ایده که روی عددهای دو رقمی استفاده کردیم روی عددهای سه رقمی هم جواب میده؟ بریم ببینیم. 124 منهای 237. قبل از اینکه سوال رو حل کنیم میتونیم بفهمیم که جواب منفیه. چرا؟ چون 237 از 124 زوردارتره و علامتش هم منفیه. پس جوابمون حتما باید منفی باشه. پس اگه آخر کار به یه عدد مثبت رسیدیم باید برگردیم و جوابمون رو بررسی کنیم. اینجا چون عددمون سه رقمیه به جای جدول یکان دهگان میایم جدول یکان دهگان صدگان رو رسم میکنیم و حالا میایم عدد مثبت 124 و منفی 237 رو وارد جدولمون میکنیم. عدد مثبت 124 بهتون گفتم این خطها رو بیاید بین عددها قرار بدید. مثلا تو عددهای دو رقمی یه دونه خط داشتیم، دو تا عدد داشتیم، بین دو تا عدد قرار میدادیم. ولی اینجا دو تا خط داریم و سه تا عدد داریم. پس میایم این خطها رو بین عددها قرار میدیم. مثلا 124 اینجوری دو تا خط بینشون قرار میدیم و میایم اینجا واردش میکنیم. خب 124 خطا رو که قرار داریم اینجوری شد 124. منفی 237 هم به همین جوریه، ولی یادتون باشه که پشت همه عددهاش یه منفی بذاریم. خب اینجا اگه بیاین خطها رو قرار بدیم اینجوری در میاد. پس میشه منفی 2 منفی 3 و منفی 7. یادتون باشه منفی ها رو فراموش نکنید. خب حالا حلش میکنیم. همون جوری که اعداد دو رقمی رو حل کردیم عدد سه رقمی رو هم حل میکنیم. می اومدیم عدد دو رقمی رو گسترده می نوشتیم. یعنی چطور؟ مثلا می نوشتیم به جای 27 می نوشتیم 20 به علاوه 7. اینجا عددمون سه رقمیه. جدول صدگان رو هم داریم. خب صدگان یعنی صد تایی، یعنی بسته های صد تایی. مثلا اینجا یه دونه صدگان داریم یعنی 100، یعنی یه دونه بسته 100 تایی که میشه 100. خب اینجا می نویسیم 100 به علاوه اینجا دو تا دهگان داریم یعنی دو تا بسته 10 تایی که میشه 20. اینجا هم 4 تا یکان داریم یعنی 4 تا یکی که میشه 4. خب حالا پایین عدد بعدیمون که میشه منفی 2 تا صدگان داریم که میشه منفی 2 تا بسته 100 تایی که میشه منفی 200 به علاوه اینجا منفی 3 تا بسته 10 تایی داریم که میشه منفی 30 به علاوه منفی 7 تا بسته یکی هم داریم که میشه منفی 7. تا با هم دیگه جمعشون میکنیم 100 به علاوه منفی 200 میشه منفی 100 به علاوه منفی 30 به علاوه مثبت 20 میشه منفی 10 به علاوه منفی 7 و مثبت 4 هم که میشه منفی 3. جواب نهاییمون میشه چی؟ میشه منفی 100 به علاوه منفی 10 میشه منفی 110 به علاوه منفی 3 میشه منفی 113. جوابمون منفیه و اولم حد زدیم که جوابمون حتما باید منفی باشه. پس جوابمون درسته. منفی 125 به علاوه 231. این همون سوالیه که اول ویدیو دیدیم.
حالا خودت قبل از این که من حل کنم بگو جوابمون مثبت میشه یا منفی. 3 ثانیه وقت داری. 3 2 1. 231 از 125 بزرگتره، پس زوردارتره و جواب رو هم مطیع خودش میکنه. علامت 231 مثبته، پس جواب حتما مثبت میشه. حالا بریم حلش کنیم. منفی 125 اینجوری میاد تو جدول، منفی 1 منفی 2 منفی 5. 231 هم اینجوری میاد تو جدول، 2 3 و 1. حالا میایم گسترده نویسیش میکنیم. منفی 1 تا 100 که میشه منفی 100 به علاوه منفی 20 به علاوه منفی 5. حالا عدد دومیمون میشه 200 به علاوه 30 به علاوه 1. اگه با هم دیگه جمع بشن 200 و منفی 100 با هم دیگه جمع بشن میشه 100 به علاوه منفی 20 به علاوه 30 میشه 10 به علاوه منفی 5 به علاوه 1 میشه منفی 4. جوابمون میشه 100 به اضافه 10 که میشه 110 به اضافه منفی 4 که میشه 106. 331 منهای 257. اول قرینش میکنیم. عدد اول خودش رو مینویسیم 331. منفی رو به مثبت تبدیل میکنیم و عدد دوم رو هم دوباره مینویسیم منفی 257. حالا میریم حلش کنیم. 331 توی جدول اینجوری میشه 3 3 و 1. منفی 257 هم میشه منفی 2 منفی 5 منفی 7. اگه بخوایم گسترده نویسیش کنیم اینجوری در میاد 300 به علاوه 30 به علاوه 1 و اینم میشه منفی 200 به علاوه منفی 50 به علاوه منفی 7. با هم دیگه جمعشون میکنیم. 300 به اضافه منفی 200 میشه 100 به علاوه 30 و منفی 50 میشه منفی 20 به علاوه منفی 7 و مثبت 1 هم میشه منفی 6. جوابمون میشه 100 به اضافه منفی 20 میشه 80 به علاوه منفی 6 میشه 74. مثبت 74. دیدی عدد سه رقمی فقط ظاهرش بزرگتره. روش همون روش قبلیه. حتی برای عددهای 4 رقمی هم شما میتونید حسابش کنید ولی یکم پیچیده تر میشه. میایم عدد رو باز میکنیم، مینویسیم تو جدول، بعد گسترده نویسی میکنیم و بعد خیلی راحت زیر هم جمعشون میکنیم و حل میشه. ولی بریم سراغ یه مسئله مهمتر، یعنی عبارتهای جبری. یعنی چند تا عبارت بهتون میده و میخواد حلش کنید. اینجا قراره یه مهارت جدید یاد بگیریم. این مهارت چیه؟ پرانتز ها. مثلا این عبارت رو ببین، منفی 7 به علاوه یه پرانتز اومده اینجا، منفی 4 به علاوه منفی 5. وقتی چنین عبارتهایی بهتون داده میشه دنبال داخلی ترین پرانتز بگردید. یعنی بگردین ببینید این عبارت کروشه هستش، نمیدونم اسمشو میدونی یا نه. این کل عبارتمون داخل یک کروشه قرار میگیره، خب که به این میگم کروشه. این کوچیکا هم پرانتز هستن. اول شما بگردید داخلی ترین پرانتز رو پیدا کنید. داخلی ترین پرانتز، مثلا تو این سوال داخلی ترین پرانتزمون میشه این دوتا پرانتز، این یکی این دوتا. میایم داخل این پرانتز رو جدا میکنیم و جداگونه حسابش میکنیم که میشه منفی 4 به علاوه منفی 5 که جوابش میشه منفی 9.
بعد که این پرانتز رو حساب کردیم به جای این عبارت رو خط میزنیم و به جای این عبارت داخل سوال این جواب رو مینویسیم که اینجا مثلا منفی 9 هستش و دوباره بازنویسیش میکنیم. کروشه رو باز میکنیم، منفی 7 به علاوه دیگه این عبارت رو نمی نویسیم، منفی 9 رو می نویسیم که جوابمون میشه منفی 16. یا مثلا برای چنین عبارتهایی که 3 تا جمله بهمون داده، به هر کدوم از این عددا ما میگیم جمله. تو این سوال ما میایم اول جمع رو انجام میدیم که میشه 12 به علاوه 15 که میشه 27. حالا میایم به جای 12 به اضافه 15 توی پرانتز 27 رو میذاریم که میشه 27 منهای 7 و جوابمون میشه 20. حالا این یکی رو خودت قبل از اینکه من برات حلش کنم ویدیو رو استاپ بزن و حلش کن و جوابت رو با جواب من مقایسه کن، ببین درست حل کردی یا نه. تو این جور سوالا من همیشه پیشنهادم اینه به دانش آموزا که بیان اعداد منفی رو جدا بنویسن و اعداد مثبت رو جدا بنویسن. چطوری؟ کنار هم بنویسنشون. مثلا تو این سوال ما میایم مینویسیم منفی 8 و منفی 6 رو کنار هم قرار میدیم و بعد میایم مثبت 13 رو مینویسیم. الان میریم راحت تر حلش میکنیم. اول منفی رو حساب میکنیم که منفی 8 منهای 6 میشه منفی 14 به علاوه 13 میشه که میشه منفی 1. حالا از محاسبات فاصله بگیریم و ببینیم این عددهای مثبت و منفی توی یک مسئله واقعی دقیقاً چه معنایی پیدا میکنن و چطوری میتونن تو زندگی واقعی بهمون کمک کنن تا مسئله ها رو راحت‌تر جلو ببریم. این سوال رو من از کتاب خودتون براتون آوردم که چی گفته؟ گفتی یک زیردریایی 450 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد. زیردریایی دیگری 150 متر بالاتر از آن است. موقعیت زیردریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامتدار نشان دهید. ببینید وقتی چیزی پایین‌تر از سطح دریا باشه موقعیتش نسبت به سطح دریا رو با عدد منفی نشون میدیم. الان رو شکل راحت‌تر متوجه میشید. ببینید ما اینجا سطح دریا رو 0 در نظر میگیریم. گفته زیردریایی اول 450 متر پایین‌تر از سطح دریاست. وقتی پایین‌تر از سطح دریاست یعنی پایین‌تر از سطح صفره، یعنی پایین‌تر از عدد صفره و گفتیم که پایین‌تر از صفر یعنی منفی. 450 متر پایین‌تر از صفره که میشه منفی 450. حالا گفته زیردریایی دوم 150 متر از اون بالاتره. بالاتره یعنی ما این منفی 450 رو داریم. خب 150 متر از اون بالاتره یعنی 150 متر به اون منفی 450 باید اضافه کنیم. اگه میگفت پایین تره باید ازش کم میکردیم، یعنی دوباره مینویسیم منفی 150. خب اینجا اگه منفی 450 رو به اضافه 150 کنیم میشه منفی 300. یعنی زیردریایی دوممون دقیقاً 300 متر از سطح دریا پایین تره و اینم دوباره عددش منفیه. نکته مهممون اینجاست که بالا رفتن همیشه به معنای مثبت شدن نیست. باید ببینیم از کجا شروع کردیم. اینجا چون از منفی 450 شروع کرده بودیم بالا رفتیم ولی به اندازه بالا نرفتیم که عددمون مثبت بشه. اگه مثلا میگفت یه هواپیمایی داریم که 1000 متر از این زیردریایی فاصله داره، ما می اومدیم منفی 450 رو به اضافه 1000 می کردیم و جوابمون که 550 می شد رو که عددی مثبته می نوشتیم. حالا می خواهیم عددها رو از روی محور بدون محاسبه حدس بزنیم که چه عددی هستش. فرض کن اینجا فلش دقیقاً وسط 0 و 100 قرار گرفته باشه. حدس تو چیه؟ به نظرت این عددی که اینجا هست چه عددیه؟ چون دقیقاً بین 0 و 100 قرار گرفته یعنی وسط 0 و 100. وسط 0 و 100 هم میشه 50. پس میتونیم بگیم این فلش تقریباً عدد 50 رو نشون میده.
حالا این یکی فلش بین منفی 100 و 0 و دقیقاً وسط قرار گرفته. حدس تو چیه؟ اینجا حواست به علامت باشه. وسط منفی 100 و 0 میشه منفی 50. نیایی بنویسیم مثبت 50 ها، اشتباه. حالا یه تمرین. فلش تقریباً وسط 100 و 200 قرار گرفته. حدس تو چیه؟ قبل از اینکه من حلش کنم فیلم رو استوب کن، رو کاغذ بنویس و جوابت رو با جواب من مقایسه کن. بین 100 و 200 میشه 150. مثبت 150. پس روی محور هم میتونیم بدون محاسبه دقیق یک عدد رو حدس بزنیم. البته به شرطی که مقیاس محور رو درست تشخیص بدیم. مثلا اینجا محورمون 100 تا 100 تا رفته جلو و میدونیم که بین دو تا عدد 100 تایی یه مرز وجود داره به اسم 50. مثلا بین 0 و 100 یه مرز 50 وجود داره. بین 100 و 200 یه مرز 50 وجود داره که میشه 150. بین 200 و 300 یه مرز 50 وجود داره که میشه 250. مثلا یه محور بهتون میده 10 تا 10 تا رفته جلو. مرز بین دو تا عددمون 5. مثلا مرز بین 0 و 10 مون 5. مرز بین 10 و 20 مون 15. 5 تا 5 تا مرز همون اضافه میشه. حالا رسیدیم به ماشین های عددی. این فلش به ما میگه که ماشین چه کاری انجام میده. اینجا روی فلش نوشته منفی 4. یعنی هر عددی وارد این ماشین بشه دقیقاً 4 تا ازش کم میشه و میاد توی این ماشین. مثلا اگه منفی 8 وارد بشه منفی 4 تا ازش کم میشه و میاد توی این خونه. وقتی از این خونه میاد دقیقاً میاد خونه که مجاورشه. وقتی از این خونه میاد دقیقاً میاد توی این خونه. حالا وقتی شما چنین سوالاتی رو میبینید بیاید این فلشی که وجود داره خب یه فلش برعکسش بزنید و این عددی که بالا وجود داره اینجا منفی 4 قرینش کنید که مثلا اینجا میشه مثبت 4. یعنی این ماشینمون هر عددی بهش بدیم 4 تا ازش کم میکنه و میده اینجا و این ماشینمون هر عددی بهش بدیم 4 تا بهش اضافه میکنه و میاره اینجا. اینجوری خیلی راحت تر میتونید حلش کنید. یه بازی ذهنیه. خب اینجا منفی 8 داریم. این ماشینمون هر عددی بهش بدیم 4 تا ازش کم میکنه. منفی 8 منهای 4 میشه منفی 12. خب مثلا 4 منهای 4 میشه 0. 0 منهای 4 میشه منفی 4. منفی 2 منهای 4 میشه منفی 6. 5 منهای 4 میشه 1. حالا عددهای این طرف 3 به علاوه 4 میشه 7. منفی 7 به علاوه 4 میشه منفی 3. 6 به علاوه 4 میشه 10. 4 به علاوه 4 میشه 8. اینجوری میتونید سوالهای ماشین‌های عددی رو خیلی راحت حل کنید. این دومی یکم چالشی تره. خب اول از همه کارا همونطور که بهتون گفتم یه فلش برعکس رسم کنید و این عددی که اینجا نوشته رو قرینه کنید. اینجا مثبت 5 این میشه منفی 5. خب این ماشینمون هر عددی که بهش بدیم مثبت 5 تا بهش اضافه میکنه و وارد این ماشین میکنه. خب اینجا منفی 10 رو داریم. مثبت 5 تا بهش اضافه کنیم میشه منفی 5. حالا این ماشین هر عددی بهش بدیم 5 تا ازش کم میکنه. خب 5 رو بهش میدیم 5 تا ازش کم شه میشه 0. منفی 8 رو بهش بدیم 5 تا ازش کم شه میشه منفی 13. ولی رسیدیم به چالش آخر. این بار همه چیز رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. بدون اینکه اول دقیق حل کنی بگو جواب این عبارت منفی میشه یا مثبت. 3 2 1. جوابمون مثبت میشه. چرا؟ چون عدد بزرگترمون علامتش مثبته. حالا برای تقریب منفی 237 رو تقریب بزن و 356 رو هم تقریب بزن. 3 2 1. این میشه منفی 200 به علاوه
400. جواب تقریبیش میشه 200. این جوابمون تقریبیه. حالا دقیق حلش کن. منفی 237 به علاوه 356 میشه 119. پس قبل از محاسبه فهمیدیم جواب باید مثبت باشه و حدس زدیم که حدود 200 باشه. جواب واقعیمون 119 شد. این یعنی تخمین ما قرار نیست جواب دقیق باشه. قرار ما اینه که یک تصویر منطقی از جواب داشته باشیم. یه جمع‌بندی کلی از درس امروزمون داشته باشیم. امروز فقط یاد نگرفتیم فقط چند تا عدد رو با هم جمع یا از هم کم کنیم. یاد گرفتیم عددها رو تجزیه کنیم، قبل از حل علامت جواب رو حدس بزنیم، جواب تقریبی پیدا کنیم، عبارت‌های چند جمله‌ای رو حل کنیم، مسئله‌های واقعی رو به عددهای علامتدار تبدیل کنیم، روی محور عددها رو تخمین بزنیم و حتی با ماشین‌های عددی کار کنیم. و مهمتر از همه، قبل از اینکه جواب رو قبول کنیم یه نگاه کنیم ببینیم اصلا منطقی هست یا نه. حالا دیگه نوبت توه. این عبارت رو حل کن، ولی این بار قبل از اینکه حسابش کنی اول بگو جواب مثبت یا منفی، تقریبا چقدر میشه، و بعد جواب دقیق رو حساب کن و ببین حدست چقدر به جواب واقعی نزدیک بوده. اگه از تدریس من خوشت اومد، ویدیو بعدیمون در مورد ضرب عددهای صحیحه. اون رو هم نگاه کن تا اینجوری کلا نسخه عددهای صحیح رو بپیچی بره. دیگه واسه امتحان نمره از دست ندی. امیدوارم خوشت اومده باشه. خسته نباشی.